سلام، به چنل خواب سپید خوش اومدین. اینجا با صداهای آروم، موسیقی‌های ملایم و داستان‌هایی پر از آرامش همراه میشین. اینجا جاییه برای رهایی از استرس، رسیدن به سکوت ذهن و خوابی عمیق و شیرین. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در شبی که آسمان بر زمین می‌غرید و بادها چون دیوان گم شده بر فراز دشت میتاخت، روستایی کوچک در دامنه کوه آذرکوه در شعله‌ای سرخ پیچید. نه از آتش جنگ بود و نه از خشم خدایان، بلکه از زاده شدن دختری که سرنوشتش با آتش گره می‌خورد. مادرش زنی از تبار نگهبانان آتشکده ناهید ماه‌ها بود که در سکوتی سنگین میزیست. پیران ده میگفتند کودکی که در دل چنین صاعقه‌ای زاده شود نه تنها از انسان که از شعله و فروغ است. و آنگاه که فریاد نخستین نوزاد برخاست، صاعقه‌ای بر قله آذرکوه فرود آمد و از شکاف کوه نوری به رنگ زرین روان شد. نوری که 3 شبانه روز خاموش نگشت. کودک را آذرگون نام نهادند، زیرا چشمانش به رنگ آتش و پوستش چون زر می درخشید. در روزهای نخست هرگاه گریه می کرد، مشعل‌های آتشکده خود به خود افروخته می شدند. موبدان گفتند در رگ‌های این کودک فروغ ایزدان روان است. او را باید از چشم دنیا پنهان داشت. سالها گذشت. آذرگون در خلوت آتشکده بالید، میان سنگ‌های گرم و شعله‌هایی که با او زمزمه می‌کردند. گاه صدایی در دلش می‌پیچید، صدایی نه از زمین و نه از آسمان. آذر، فرزند فروغ و خاک، روزی خواهد آمد که باید میان عشق و روشنی یکی را برگزینی. او آن سخن را به خاطر سپرد، هرچند که معنایش را نمی‌دانست. در همان سالها در سوی دیگر سرزمین، در کوهستان البرز، شاهزاده‌ای جوان به نام سیاورز زیر پرچم سپاه پدرش شمشیر می‌زد. مردی بلند بالا با چشمانی خاکستری و قلبی ناآرام. او از جنگ خسته بود، اما سرنوشتش هنوز در پی او می‌دوید. روزی سیاورز در شکارگاهی گم شد و به دره‌ای رسید که مهی سرخ از آن برمیخاست. در میان مه دختری را دید که بر صخره‌ای نشسته بود و با شعله‌ای در کف دست سخن می‌گفت. آن شعله همچون زبانی زنده در باد می‌رقصید. دل شاهزاده لرزید، نه از ترس که از شگفتی، و هنگامی که نگاهش با نگاه آذرگون تلاقی کرد، شعله در دست دختر خاموش شد و در دل سیاورز برافروخته.
پس از آن دیدار روزها و شبها در دل آذرگون آرام نماند. آن نگاه چون جرقه‌ای از جهان دیگر درونش روشن شده بود. هرچند در آتشکده آموزگارش پیر موبدی به نام زام بارها هشدار داده بود که دختر آتش را با دل خاک در نیامیز که شعله را سرد می کند. اما او هرگاه چشم می بست سیمای سیاورز را در پرتو شعله ها می دید. از آن پس آتش دیگر با او سخن نمی گفت. گویی در فروغش خاموشی رخنه کرده بود. تا آن شب که صدای آشنا دوباره در گوشش پیچید. همان صدایی که سالها پیش در دلش زاده شده بود. زمان پیشگویی فرا رسیده ای دختر فروغ و خاک. به فرمان آن صدا آذرگون از آتشکده بیرون رفت و از دامنه آذرکوه بالا رفت، جایی که سالها هیچ کس جرأت نزدیک شدن نداشت. بر قله دهانه آتشفشانی بود که شعله‌اش از روزگار کیومرث هنوز می‌سوخت. در آنجا پیرمردی را دید که چهره‌اش از دود و زمان تیره بود و چشمانش چون گدازه می‌درخشید. پیرمرد گفت خوش آمدی ای آذرگون فروغزاد. من نگهبان شعله نخستینم، پیر آتشفشان. آمده ام تا آنچه را از تو پنهان کرده اند بر تو آشکار کنم. آذرگون زانو زد و گفت ای پیر فروزان، مرا بگو که من که هستم؟ چرا آتش با من سخن میگوید؟ پیر پاسخ داد در روزگاران کهن فروغ ایزدان در نبرد با تاریکی تکه‌ای از خود را در تن زنی از خاک نهاد تا نوری از جنس انسان پدید آید. تو آن نوری آذرگون. نیمی از تو از آسمان است و نیمی از زمین. اما زمان آن رسیده که سرنوشت دو جهان در دستانت باشد. سپاه تاریکی در شمال گرد آمده. دیوی به نام ارجمان از بند گسسته و به سوی دشت آریا میتازد. فقط تو هستی که میتوانی فروغ را بیدار کنی. اما برای این کار باید دل از عشق زمینی بشویی. آذرگون خاموش ماند. در دلش آتشی دیگر زبانه می‌کشید. آتشی به نام عشق. پیرمرد ادامه داد و آن شاهزاده‌ای که دیدی فرزند آخرین نگهبان فروغ است. اگر تو و او در کنار هم باشید آتش و خاک یکی خواهند شد. اما بدان هر فروغی را بهایی است. در سپیده دمی از روز 40 پس از دیدار آذرگون باد سردی از شمال برخاست و مهی تیره کوهستان را پوشاند.
سیاورز شاهزاده البرز در دژی سنگی اقامت داشت که برج‌هایش با برف درآمیخته بود. او از آن روز که آن دختر را در مه آتشین دید دیگر آرام نگرفت. در میدان جنگ شمشیر میزد، اما هر ضربه‌اش در هوای چشمان او گم میشد. سیاورز در خواب صدایی میشنید که میگفت فروغ را بجوی که بی فروغ شمشیرت خاموش است. پدرش شاه آروان مردی سخت و خردمند بود. سالها در نبرد با دیوان شمال خاک را از ناپاکی پاک کرده بود، اما اکنون سپاهش تحلیل رفته بود و بیم حمله تازه‌ای می‌رفت. روزی او سیاورز را فراخواند و گفت ای پسرم، نشانه‌هایی از تاریکی باز پدید آمده. شبانگاهان شعله‌ای سرخ در افق می‌درخشند. میگویند دیوی از دشت سیاه برخاسته. تو باید به جستجوی منشأ آن بروی. سیاورز که گویی سرنوشت خود را از زبان پدرش شنید پاسخ داد به فرمانت پدر، اما راه را دلم نشان خواهد داد نه شمشیر. و بیدرنگ با 3 سوار از یاران وفادارش راه جنوب را در پیش گرفت. راهی بود سخت و پرخطر، برف تا زانو و صدای گرگ‌هایی که گویی نام او را صدا می‌زدند. در هر شب آتشی می‌افروختند تا از سرما در امان باشند. اما سیاورز هر بار خیره در شعله سایه دختری را می‌دید که میان آتش می‌رقصید و دستش را به سوی او دراز می‌کرد، تا آنکه در دل یکی از همان شب‌ها پیرمردی با ردایی از خاکستر به سوی آنان آمد. یالهای مویش چون دود در باد می‌پیچید. گفت ای شاهزاده البرز، راهی که می‌روی به دختری می‌رسد که از آتش زاده شده. اگر دل به او دهی سرنوشت 2 جهان به هم گره خواهد خورد، اما پیش از آن باید از کوه گذر کنی و دل از خود بشویی. سیاورز گفت من او را دیدم ای پیر، در میان مه آتشین. نامش چیست؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت او را در جهان خاکی آذرگون می‌خوانند، اما در زبان فروغ نامش ناراست، یعنی زاده آتش. و ناگهان همانجا ناپدید شد، همچون دود در باد. سیاورز دانست که راه بازگشت نیست. از آن پس هر قدمش به سوی سرنوشت می‌رفت، نه به سوی زمین. چند روز بعد به دامنه آذرکوه رسیدند، همان کوهی که آذرگون در آن میزیست. اما در ورودی دره سپاه کوچکی از مردان نقابدار راه را بستند. فرماندهشان گفت این سرزمین جای قدم خاکیان نیست،
باز گردید. سیاورز شمشیرش را کشید. آفتاب بر تیغش افتاد و درخشش آن چشم هر ناظر را می سوزاند. من آمده ام تا با نگهبان آتش سخن بگویم، نه برای جنگ بلکه برای روشنی. اما نگهبانان گوش ندادند. درگیری آغاز شد. شمشیرها در هوا فریاد می زدند و سیاورز با دلاوری البرزیان سپاه دشمن را در هم شکست. در پایان نبرد زمین از خون گرم بود و نسیمی از سوی کوه وزید که بوی گوگرد و گل سرخ داشت. در همان لحظه صدایی در باد پیچید. شمشیر در خون شسته شد، اما دل در عشق می سوزد. سیاورز به سوی صدا برگشت و او را دید. آذرگون با ردایی از شعله و چشمانی که در آن هم مهر بود و هم خطر. آذرگون گفت: چرا آمدی ای فرزند البرز؟ و سیاورز پاسخ داد: برای آنکه آتشی در دل دارم که تنها تو میتوانی معنایش را بدانی. در آن دم میان دو نگاه فروغی پدید آمد که شب را روز کرد. سپیده هنوز بر قله آذرکوه ننشسته بود که زمین لرزید. آذرگون در برابر سیاورز ردای شعله‌گون خود را بر باد سپرد. نسیمی از گوگرد و گل سرخ میان آن دو پیچید. هیچ یک سخنی نمی گفتند، اما نگاهشان چنان در هم گره خورده بود که گویی درود به دریا رسیده باشند. صدای کوه برخاست، چنان نعره دیوی خشمگین. در دامنه ها آتش از زمین می جوشید و دود به آسمان می رفت. از شکاف صخره ها هیبت هایی بیرون آمدند. موجوداتی با چشمان زغال و پوست سیاه‌تر از شب. سپاه دیوان شمال رسیده بود. سیاورز شمشیرش را بیرون کشید. تیغه‌ای از فولاد البرز که ورنا نام داشت. آذرگون دستش را بالا برد. در کفش شعله‌ای چون گل لاله شکفت. او گفت: امروز شمشیر و آتش در کنار هم خواهند جنگید. سیاورز لبخند زد: تا فروغت در کنار من است، تاریکی را پروایی نیست. نبرد آغاز شد. فریادها در میان مه و شعله گم می شد. سیاورز با ضربه‌ای نخستین دیو را دو نیم کرد. از زخم‌های آنان بخاری سیاه بیرون می‌زد که هوا را می‌سوزاند. آذرگون دستانش را گشود و از میان انگشتانش شعله‌هایی برخاست که در هوا می‌چرخید و دیوان را در آتش فرو می‌برد. اما هر بار که از نیروی درونش بهره می گرفت، رگهایش می سوختند و تنش لرزان می شد. با این همه فروغش خاموش نمی گشت. در میانه نبرد دیوی عظیم الپیکر پدیدار شد. قامتش به بلندی درختان کهن و چشمانش همچون دو زغال سوزان بود. او ارجمان بود.
سردار تاریکی. با صدایی که کوه را می لرزاند گفت: ای زاده فروغ، بازگشته ای تا سرنوشتت را به یاد آوری؟ تو از ما بودی پیش از آن که فریب نور را بخوری. آذرگون فریاد زد: من از هیچ دیوی نیستم، از خاک و فروغم، از عشق و روشنی. ارجمند خندید، صدایی چون غرش صاعقه. سپس دستانش را بر زمین کوبید. موجی از تاریکی پدید آمد که چون سایه بر شعله دوید و آذرگون را در خود پیچید. سیاورز به سوی او دوید، اما موج تاریک میانشان دیوار کشید. شمشیرش بر آن سایه فرود آمد و جرقه‌هایی از نوری سرد پدیدار شد. در آن لحظه آذرگون چشمهایش را بست و نیرویی را که سالها از آن ترسیده بود آزاد کرد. از قلبش فروغی برخاست، سرخ‌تر از خون، روشن‌تر از خورشید. صخره‌ها را شکافتند، آتش از زمین بیرون زد و تاریکی در آن فرو رفت. سیاورز به زانو افتاد. در برابر چشمانش آذرگون در میان شعله ناپدید شد. تنها صدایش ماند که در باد پیچید: نگران مباش ای فرزند البرز، آتش می سوزد اما باز زاده می شود. کوه خاموش شد، مه فرو نشست. از سپاه دیوان چیزی جز خاکستر نمانده بود، اما آذرگون دیگر نبود. سیاورز خاکستر شعله را در مشت گرفت و به آسمان نگریست. در دلش سوگی سنگین و حسی از رسالت پیچید. دانست که راهش به پایان نرسیده است، چرا که فروغ هرگز نمی میرد. 3 شب و 3 روز سیاورز در دامنه آذرکوه پرسه زد. باد بوی گوگرد می آورد و خاک هنوز از حرارت نبرد می جوشید. هر جا گام می نهاد خاکستر به پا می خاست. گویی شعله هنوز در دل زمین زنده است. او نه خواب داشت و نه خوراد. تنها صدای درونش را می شنید که بیوقفه می گفت: آتش را بجوی که در دل آتش عشق دوباره زاده می شود. در سپیده دم روز 4 نوری از شکاف صخره‌ای در سپیده دم روز 4 داد نزن! در سپیده دم روز 4 نوری از شکاف صخره‌ای دوردست سوسو زد. نوری نه از آفتاب بلکه مامان! ساکت! در سپیده دم روز 4 میگم ساکت! در سپیده دم روز 4 نوری از شکاف صخره‌ای دوردست سوسو زد. نوری نه از آفتاب بلکه از درون زمین.
سیاوش با گام‌هایی لرزان نزدیک شد. شکاف دهانه غاری بود که از آن گرمایی ملایم بیرون می آمد. بویی از گل سرخ و سنگ سوخته. او شمشیرش را در خاک فرو برد و بیدرنگ وارد شد. درون غار دیوارها از بلور سرخ بود و شعله‌هایی